دوربین این چی الان؟ میدونم بعد 2 روز دیگه این چون پسر خب دی خب بعد 2 روز دیگه میخوای برید سر قرار بعد اینجوری برید دیگه اینجوری سلام آقا خوب هستین؟ آره قربونه دستشویی هم دارم. این چیه؟ ورزش کن اسکات بزن. از سختی‌های زندگی تا موفقیت در آمریکا، واقعیت زندگی آیسان اسلامی چیه؟ حالا این قشنگ‌تره یا 500 نفر جمع بشن برن توی باغ قرص بخورن؟ الکی چطوری داداش نوکرتم؟ محکم‌تر میده بعدم بوسی های علکی مفت کرد کسخولا رو میگم. دیشب تو سومالی عروسی جشن بود من سومالی دلم نمیاد خدا حالم گرفته میشد. سلام، به کانال هنرمندان خوش اومدید. بچه‌ها امروز قراره درباره کسی صحبت کنیم که خیلیاتون عاشقشین، کسی که از یه روستای کوچیک توی شمال ایران با تلاش خودش بدون پارتی، بدون پول پدری تونست توی آمریکا موفق بشه. بله، آیسان اسلامی. حالا سوال اصلی اینکه موفقیت آیسان از کجا اومده، چطوری یه جوون از صفر به اینجا رسیده و اینکه آیسان اسلامی فقط یه بلاگره یا یه الگو تبدیل شده. قراره خیلی صادقانه راجع به آیسان اسلامی صحبت کنیم و بگیم که آیسان فراتر از یک چهره اینستاگرامیه. خب بچه‌ها، آیسان توی یه روستای کوچیک توی شمال ایران به دنیا اومد، چلندر. اما چیزی که شاید خیلی‌ها ندونن اینه که آیسان از همون بچگی توی شرایط سختی زندگی کرده. مادرش وقتی خیلی کوچیک بوده اون و پدرش رو ترک میکنه و طلاق میگیره و از اون موقع تا حالا هیچ وقت ندیدتش. پدرش قدیر همیشه براش هم پدر بوده هم مادر. با زحمت، با کار سخت، بدون هیچ امکانات خاصی آیسان رو بزرگ کرده و حالا آیسان هر جا میره میگه من پسر قدیرم و بهش افتخار میکنه. خیلی این بخش از زندگی آیسان رو نمیدونن، فکر میکنن اون همیشه این زندگی لوکس و ماشینای گرون قیمت رو داشته، ولی نه، آیسان کسیه که همه چیز رو با تلاش خودش ساخته و با دستای خودش به دستشون آورده. حالا شاید بپرسیم چطور آیسان اسلامی از زندگی معمولی توی ایران رسید به این سطح از موفقیت و میلیاردر شدن؟ جوابش یک کلمه است: تلاش زیاد. آیسان یک تاجر واقعیه. شرکت کلندر هوم که یک شرکت بزرگ املاک تو آمریکاست تحت مدیریت آیسان و شریکاشه. توی اینستاگرام شاید زیاد درباره کارش حرف نزنه، اما کسایی که واقعا میشناسنش میدونن این آدم صبح تا شب داره کار میکنه، برنامه‌ریزی داره و هر روز دنبال رشد بیشتره. چیزی که آیسان رو از خیلی دیگه متمایز میکنه اینه که هیچ وقت تبلیغ نمیفروشه. یعنی اینستاگرامش فقط برای سرگرمیه، نه یه راه درآمد، چون درآمد اصلش از کسب و کار واقعیشه و این دقیقاً همون چیزی که خیلی از بلاگرهای دیگه ندارن. بعضیا میگن آیسان آدم پرحاشیه‌ایه، میگن چرا همیشه خوشحاله، چرا همیشه دور و برش دوستای زیادی داره. اما واقعیت چیه؟ آیسان یه آدم اجتماعیه، کسیه که عشق زندگی کردن داره، عاشق سفره و عاشق آدمای اطرافشه. اما اینو هم بدونین که پشت همه این شادی‌ها یه آدمیه که حسابی سختی کشیده و میدونه معنی زندگی چیه. مدت پیش شایعه شد که آیسان با یه دختر وارد رابطه شده و توی یه ویدیو صدای یه خانم شنیده شد و همه گفتن که دوست دخترش لو رفته و از اینجور حرفا. ولی واقعیت اینه که آیسان همیشه گفته و هنوز هم آماده رابطه جدی نیست و بیشتر روی کارش تمرکز داره. یه سوال: چرا آیسان اجازه نمیده کسی توی خونش فیلم بگیره؟ جواب ساده است: آیسان یه آدم معروفه، همیشه توی چشم مردمه و دوست نداره حریم خصوصیش به خطر بیفته. به نظرتون حالا این کارش درسته یا نه؟ و اما آخرین خبری که حسابی حاشیه ساز شده بود، پستی که آیسان اسلامی اخیراً آپلود کرده بود، پستی بود که یک لباس محلی بختیاری به تن داشت که اون رو پویان مختاری بهش هدیه داده بود. اما خب مسئله همینجاست، بعد از اینکه پویان مختاری این لباس رو به آیسان هدیه میده، آیسان داخل استوری و پستی که میذاره از اون تقدیر و تشکر میکنه و اونو تگ میکنه. و اگه توجه کرده باشین داخل پیج اینستاگرام پویان مختاری همون شب از یک سایت شرط بندی رونمایی میشه که میشه گفت شاید این سایت شرط بندی مثل همون سایت‌های شرط بندی قبلی پویان هستش که حسابی حاشیه ساز شد و سر مردم و کلاه گذاشته بود. حالا به نظر شما این یک نوع تبلیغ بود
یا یک نوع سوء استفاده بود از آیسان اسلامی که خودش هم خبر نداره؟ تا حالا به این فکر کردین که آیسان اسلامی میتونه واقعا یه الگو باشه؟ بذارین یه چیز کاملا دلی بهتون بگم، آیسان اسلامی فقط یه بلاگر نیست، فقط یه چهره منفی اینستاگرامی هم نیست. این آدم یه نمونه واقعی از کسیه که با سختی بزرگ شده، از هیچی شروع کرده و حالا یه برند برای خودش ساخته. آدمای زیادی توی دنیا هستن که وقتی شرایطشون سخته تسلیم میشن، میگن ما نمیتونیم، ما امکانات نداریم. ولی آیسان یکیه که به همه ثابت کرد مهم نیست کجایی، مهم نیست چقدر سختی کشیدی، اگه بخوای میتونی زندگی تو بسازی. خیلیا بهش حسادت میکنن چون جرأت اینو ندارن که راهی که اون رفته رو برن، ولی اون ثابت کرد که هیچ چیزی غیر ممکن نیست. آیسان اسلامی یعنی انگیزه، یعنی تلاش، یعنی جنگیدن برای هدف. اگه شما هم مثل آیسان رویاهاتون رو دنبال میکنید، توی کامنت ها برای ما بنویسید. منم مثل آیسان دارم تلاش میکنم، تلاش برای اینکه روز به روز ویدیوهای جذابتری برای شما بسازم که شما با حمایتاتون قطعا ما رو خوشحال میکنید. خب حالا که داستان واقعی آیسان رو شنیدین، شما چی فکر میکنین؟ آیسان فقط یک چهره اینستاگرامیه یا یه الگوی واقعی برای جووناست؟ به نظر من آیسان کسیه که باید ازش یاد گرفت، از تلاشش، از طرز فکرش، از اینکه هیچ وقت تسلیم نشد و زندگیشو خودش ساخت. دوستان لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره، مثل همیشه زنگوله رو بزنید تا یه ویدیوی پرحاشیه دیگه. پیس اوت. زیر بارونا گمم، یعنی بی تو چی میشه تا بهت فکر میکنم، بوی عطرت میپیچه همه جز تو دور من، بیا داره دیر میشه الان تو بی من کجا